سلام. در این جلسه در مورد برنامه نویسی پروژه ساعت صحبت میکنم. خب من قبلا یک اسکریپت ایجاد کردم و کدهایی رو به اون اضافه کردم و البته یک گیم آبجکت خالی به اسم GUI واچ رو به پروژه اضافه کردم و این اسکریپت رو به این گیم آبجکت الساق کردم. کار این اسکریپت در واقع ساده هست و 5 کار رو انجام میده. دکمه اول تکسچر رو تغییر میده همونطور که مشاهده میکنید. دکمه دوم زوم آوت رو انجام میده، دکمه سوم زوم این و دکمه چهارم دوربین رو به سمت راست جابجا میکنه و دکمه پنجم دوربین رو به سمت چپ جابجا میکنه. اینجا در واقع متغیرهایی هست که مخفف در اینجا نوشتم و معنی متغیر اول در واقع جابجایی دکمه زوم این رو انجام میده، یعنی این تغییر رو میتونیم بر روی این دکمه مشاهده کنید. همینطور که میبینید پارامتر بعدی که در اینجا تغییرات رو بر روی این دکمه قابل مشاهده است. البته این اسم این زوم این و زوم آوت رو من جابجا کردم که البته این باید تصحیح بشه. حالا زیاد مهم نیست چون مهم کارایی هست، اما خب این رو باید میگفتم. این برای دکمه سوم هست و این دو متغیر که به صورت اونچه که در تصویر میبینید جابجایی رو انجام میده به صورت طول و عرض. خب و البته متغیر بعدی هم برای دکمه چهارم هست و برای دکمه اول هم این پارامتر. حالا مخفف‌های این متغیرات چی است؟ اسکرین ویدث در واقع عرض صفحه رو در نظر میگیره. اسکرین های در واقع ارتفاع صفحه و زوم این که به صورت ZI و زوم آوت به صورت ZO اینجا من نشون دادم. رایت هم در اینجا به معنی معذرت میخوام R هم در اینجا به معنی رایت و L هم در اینجا به معنی لفت هست و البته اینجا هم with texture و های texture هم قابل مشاهده است و میبینید. خب اینجا 5 تکسچر رو تعریف کردم و البته این عدد 5 رو وارد میکنید و سپس تکسچر ها رو که طبق تصویر میبینید تغییر بدید و هر پارامتر تکسچر خاص خودش رو انتخاب کنید. حالا بستگی به سلیقه شما داره که هر کدوم چه تکسچری باشن، اما خب من این تکسچر ها رو در نظر گرفتم و مشاهده میکنید که تغییر تکسچر انجام میشه.
خب حالا به داخل اسکریپت میریم و ببینیم این کدها چجوری کار میکنن. این متغیرهایی هستش که در بخش اینسپکتور قابل دسترسی بود، متغیرهایی که برای زوم این، زوم آوت و البته رایت و لفت دکمه ها و همچنین دکمه تغییر تکسچر. و اینجا هم برای تکسچر که یک متغیر هست یک آرایی را تعریف کردم. به متغیرهای تک بعدی که شامل چندین عضو باشن آرایی، به متغیرهایی که دو بعدی باشن و شامل طول یا البته بهتره بگم ردیف و ستون باشن ماتریکس گفته میشه. البته در اینجا به صورت مختصر میگن آرایی یک بعدی و در مورد دیگر آرایی دو بعدی و سه بعدی هم میگن. خب اینجا دستوری هست که خیلی مهم هست. این دستور باعث میشه دکمه ها در زمان طراحی اجرا بشن. به چه معنی؟ خب اینجا که میبینید دکمه پلی فشار داده نشده، همطور که مشاهده میکنید اینجا با زدن دکمه تکسچر در زمان طراحی بدون اینکه دکمه پلی رو زده باشیم تکسچر بند و صفحه ساعت تغییر میکنه، یا با زدن زوم آوت یا زوم این دکمه در زمان طراحی و بدون زدن پلی کار میکنه. این خط اجرای دستورات در زمان طراحی هست. خب اینجا یک تابع به اسم OnGUI وجود داره. کار این تابع چی است؟ کار این تابع در واقع نمایش دکمه ها، سلایدر و همچنین اسکرول های ورتیکال یا هوریزونتال هست که و البته تعداد دیگری از GUI ها با استفاده از این تابع قابل نمایش است در خروجی. البته یه نکته رو هم بگم، مثلا اینجا بنویسی آپدیت، تابع آپدیت کار نمیکنه، چون تابع آپدیت در ارتباط با دستورات، حالا بیشتر دستورات مورد استفاده قرار میگیره، اما تابع OnGUI تنها مرتبط با دستورات یا در واقع GUI های هست که در خروجی قابل مشاهده است. پس برای نمایش GUI ها نباید از تابع آپدیت استفاده کنید یا تابع دیگر، بلکه باید و حتما از تابع OnGUI استفاده کنید. خب GUI.repeat button یک دکمه رو بر روی صفحه نمایش میده. این دکمه چی است؟ دکمه زوم آوت هست. زوم که اینجا منفی، اینجا زوم یه منفی هم کنارش گذاشتم به یه خط تیره، اینجا هم که میبینید زوم یه منفی کنارش هست. خب حالا رکت در واقع یک محدوده هست که براش تعریف میکنیم. screen.width در واقع عرض صفحه رو تقسیم بر این متغیر میکنه تا مقدار مشخص و درستی به دست بیاد و بر اساس دیسپلی یا همون نمایشگر موبایل در صفحات موبایل این در واقع تغییر به درستی انجام میشه و دکمه ها در هم و تو هم نرن، یعنی با هم دکمه ها روی هم قرار نگیرن. و البته اسکرین دات های تقسیم بر این متغیر هم درست همون کاری انجام میده، اما برای ارتفاع. عدد 100 در واقع
اندازه عرض و عدد C اندازه ارتفاع دکمه است. به چه معنی؟ مثلا اینجا من این دکمه رو اندازه طول و عرضشو تغییر میدم، مثلا می نویسم 200 به 50 و سپس فایل سیو آل رو میزنم یا فایل سیو اس رو میزنم و اینجا هم کابل همینطور که مشاهده میکنید اندازه این دکمه تغییر کرد. خب به مقدار قبلی برمیگردونم و دوباره سیو رو فشار میدم. خب اینجا GameObject.find with tag هست، مین کامرا. این چه کار را انجام میده؟ طبق این در واقع متد و طبق این تابع میخوایم مین کامرا رو پیدا کنیم، یعنی دوربین اصلی. خب حالا اگر ما اینجا بنویسیم find یعنی پیدا کردن مین کامرا بر اساس اسم هست. یعنی چی؟ یعنی اسم دوربین چی هست؟ اینجا مین کامرا هست. خب اما وقتی بنویسیم find with tag یعنی چی؟ مین کامرا یعنی دیگه الان بر اساس اسم این جستجو و این پیدا کردن رو انجام نمیده، بلکه بر اساس تگ هست. یعنی اینجا هم مین کامرا هست. خب و حالا مین کامرا رو از طریق این دستور پیدا میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه از طریق ترانسفورم دات کامرا یعنی ترانسفورم اینجا و سپس ارجاع به کامرا FOV اون رو تغییر میده، یعنی field of view. چرا؟ چون به هر حال ما میخوایم زوم این یا زوم آوت رو انجام بدیم و طبق این دستور هم FOV یا field of view رو به اندازه نیم واحد افزایش میده. خب این دکمه پشت سر هم فشار میدیم تا اینکه یک دستور به اینجا در واقع برای کنترل اضافه باید بشه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه بیشتر از 80 یعنی اندازه 80 در واقع عملیات زوم، حالا من یه لحظه این رو نگاه کنم، زوم آوت رو انجام نده. پس بیشتر از عدد 80 یعنی اگه بزرگتر از 80 شد دیگه عملیات زوم آوت رو انجام نده و مقدار 80 رو به FOV اختصاص بده. خیلی ساده است. اینجا بررسی میکنه. خب مثلا این پارامتر رو نگاه کنید، این نباید بیشتر از 80 بشه طبق این دستور. پس من اینجا کلیک رو فشار میدم پشت سر هم تا به عدد 80 برسه. همونطور که میبینید به عدد 80 رسید و وقتی که زوم حالا تیره یا همون زوم آت رو انجام بدیم بیشتر از 80 نخواهد شد. برای دکمه زوم این یا همون زوم این پلاس هم این کار انجام میشه، اما این بار کمتر هست. یعنی چی؟ یعنی عدد 15. چطور؟ این بار کمتر از 15 بشه، یعنی مثلا 5 4 یا 14 که شد همون 15 رو در نظر میگیره و البته اینجا هم علامت ها متفاوته. پس اینجا زوم آوت رو انجام میده و اینجا زوم این. پارامترهای دیگه هم دقیقا همون پارامترهایی هستش که من در اینجا توضیح دادم و چیز خاصی دیگه ای نیست.
حالا میایم روی دکمه رایت، دکمه ای که در اینجا من زوم آوت رو انجام میدم. در اینجا که این دکمه قرار داره دوربین رو به سمت راست حرکت میده، یعنی مقدار، اگه دقت کنید مقدار x رو تغییر میده. برای لفت هم همینطور مقدار x تغییر میکنه، دقت کنید اینجا تغییر میکنه. خب پس باید از اونجایی که مین کامرا مقدار x مین کامرا تغییر میکنه باید مین کامرا رو پیدا کنیم و سپس مقدار x اون رو تغییر بدیم. خب اینجا این دکمه نمایش داده میشه و اینجا هم game object dot find with tag هم مین کامرا رو پیدا میکنه. اینجا transform dot position، ترانسفورم در واقع خصیصه ای هستش و البته زیر خصیصه اون پوزیشن هست و x هم مقداری هست که به کامرا ارجاع میکنه، به x کامرا ارجاع میکنه که چه کاری رو انجام میده؟ یک صدم مقدار x رو در واقع جمع کنه و این باعث میشه به سمت راست کامرا حرکت کنه. و البته اینجا هم بررسی میشه که اگر مقدار پوزیشن x بزرگتر از 2 باشه، یعنی اگه عدد 2 و 1/10 شد، 2 1/10 بزرگتر از 2 هست، 2 رو قرار بده. پس این باعث میشه بیشتر از 2 واحد یعنی 2 متر از سمت راست جابجا نشه، یعنی همون 2 واحد جابجا بشه. در غیر این صورت مقدار 2 ثابت میمونه و البته برای دکمه لفت هم همینطور هست، اما این بار منفی به کار برده میشه. چرا؟ چون در واقع ما میخوایم به سمت چپ کامرا حرکت کنه و حتما لازم هست که اینجا به اندازه 1/100 متر جابجایی رو به سمت چپ انجام بدیم و البته اینجا هم منفی 2 هست و اینجا بررسی میکنه که اگر پوزیشن x کمتر از منفی 2 شد، یعنی کمتر از منفی 2 متر شد، دیگه همون منفی 2 باشه، یعنی مثلا منفی 3 یا منفی 2 و 1/10 شد، دیگه همون منفی 2 رو قرار بده و از 2 واحد بیشتر به سمت چپ حرکت نکنه. دکمه بعدی دکمه تکسچر هست، دکمه ای که در اینجا باعث میشه تکسچری که به صورت آرایه، یعنی در اینجا که 5 عدد هست، رو تغییر بده. البته این مانعی نیست، شما مثلا به جای 5 میتونید 10 تا یا هر اندازه‌ای که بستگی به سلیقه یا نظر خودتون داره تکسچر رو تغییر بدی. حالا من اینجا 5 عدد تکسچر رو کافی میدونم، فقط کافی هست عدد رو تغییر بدید. اینجا هم دکمه نمایش داده میشه. حالا سوالی که در اینجا هست، فرق دکمه ریپیت باتن با همین دکمه چی هست؟ دکمه ریپیت باتن یعنی دکمه تکرار شونده، یعنی دکمه رو تکرار میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما بر روی دکمه، چون این 4 دکمه نوعشون ریپیت باتن هست، وقتی که بر روی این کلیک کنید پشت سر هم دکمه عملیات یا کدهایی که داخل اسکریپت هست رو تکرار میکنه. یعنی با کلیک چپ و نگه داشتن بر روی این دکمه ها میتونیم پشت سر هم دستورات رو اجرا کنیم.
اما برای تکسچر نباید این کار انجام بشه. چرا؟ چون وقتی که ما بر روی تکسچر کلیک میکنیم پشت سر هم خیلی سریع تکسچرها عوض میشه و ما هم نمیخوایم این کار صورت بگیره، چون به هر حال ما وقتی میخوایم که یک بار بر روی تکسچر یا دکمه تکسچر کلیک کنیم این تغییر انجام بشه. حالا به عنوان یک نمونه ساده من این کد رو از باتن به ریپیت باتن تغییر میدم، حالا نتیجه رو ببینید. و اینجا هم که کامپایل انجام میشه. خب درسته. حالا من دکمه تکسچر رو فشار میدم، حالا دستم رو رها نکردم، کلیک سمت چپ رو رها نکردم، میبینید که پشت سرم تغییر میکنه و این درست نیست. اما برای زوم آوت و زوم این، البته رایت و لفت، این کار درسته. پس دقت داشته باشید در مواردی که نیاز هست و البته معلوم هست که چه کاری باید انجام بدید، از ریپیت باتن یا باتن استفاده کنید. و اینجا هم باتن هم در واقع فقط با کلیک کردن و حتی نگه داشتن بر روی این دکمه فقط یک بار اجرا میشه. خب این دکمه در واقع باتن هست و طبق همون چیزی که در اول ویدیو تشریح کردم دقیقا برای پارامترهای دکمه ریپیت باتن هم پارامترها هم دقیقا مثل همین پارامترهای ریپیت باتن هست. اما ما اینجا دو متغیر موقت تعریف میکنیم، متغیرهایی که تنها داخل همین دکمه در واقع کارکرد دارن. حالا متغیرهایی هستش که نمیتونی از این رند یا هندل داخل متغیرهای معذرت میخوام داخل بلوک های دیگه استفاده کنی، چون اصطلاحاً به کروشه باز و بسته که در اینجا وجود داره به ازای هر کروشه باز و بسته بلوک کد گفته میشه، یک بلوک از کد. خب اینجا متغیر رند رو تعریف میکنیم، random.range. خب اینجا به ما نشون میده که یک عدد رو به صورت تصادفی به متغیر رند برگردونیم. این عدد تصادفی معذرت میخوام بایستی بین 0 تا تکسچر دات، حالا منظور این خط یعنی طول یا تعداد عضو اون آرای هست. یعنی چی؟ اینجا یک آرای تعریف کردیم، اندازه این آرای 5 هست. یعنی چی؟ از 0 1 2 3 4 این المنت هست. پس ما طبق این طول یعنی از 0 که شروع میشه به عدد 4 ختم میشه. چرا؟ چون همیشه قانونی هست در آرای، میگه آرای ها اولین عضوشون 0 هست، دومین عضو 1 هست، سومین عضو 2 هست و چهارمین عضو 3 و حالا به ترتیب. پس این قانون هست. اینجا هم طبق همین قانون که میگیم از فاصله 0 تا طول آرای یک واحد کمتر، یعنی 0 تا 5 نمیشه، 0 تا 4 میشه. پس 0 تا 4. چرا؟ چون اینجا 0 تا 4 هست. این یک قانون هست در کار کردن با آرای ها. خب در این فاصله یک عدد رو برمیگردونه. دقت کنید تکسچر نه، عدد رو برمیگردونه. خب و سپس هندل یا دستگیره game object dot find clock 2. خب سپس بند. یعنی چی؟ این میگه اسم یک گیم آبجکت رو، ببینید تگ نیست، برچسبی فایند هست، یعنی بر اساس اسم بر این جستجو رو انجام میده. گیم آبجکت دات فایند کلاک، گیم آبجکت کلاک 2 رو پیدا کن. خب
گیم آبجکت کلاک 2 اینجا هست و سپس از فرزند اون اینجا یه بکسلش هست، بند یعنی فرزند. خب اینجا یک فرزند به اسم معذرت بخوام من اشتباه این رو انتخاب کردم، کلاک 2 و یک فرزند به اسم بند داره، بند. پس دوباره من تکرار میکنم، یک متغیر، یک دستگیر، این آدرس این گیم آبجکت هست. پس این آدرس رو باید در یک متغیر ذخیره کنیم. خب گیم آبجکت دات فایند کلاک 2 رو پیدا میکنه، کلاک 2 اینجا هست و سپس بند 2 یعنی فرزند این گیم آبجکت که اینجا فرزندش بند هست و سپس چه کاری انجام میده؟ handle dot renderer dot material. این دستور تا اینجا، تا متریال، میگه اون چیزی که پیدا کردی یعنی این بند رو پیدا کردی، متریالش رندرر، اینجا رندرر دات چی؟ متریال، اینجا متریال هست. خب پس رندرر دات متریال، رندرر دات متریال، رندرر دات متریال. اینجا میگه چی؟ اینجا میگه set texture. set texture یعنی چی؟ یعنی تکسچرشو میخوام تغییر بدیم. underline texture اگه به پکیج آموزشی طراحی شیدر و متریال ها مراجعه کرده باشی و اون ویدیوها اون مجموعه رو نگاه کرده باشی، یه قانون داشتیم و اون هم اندرلاین، یه زیرخط هست. همیشه در واقع برای اسم یک گره یک اندرلاین در کدنویسی لازم هست. یعنی چی؟ اینجا من ادیت رو میزنم تا مشخص بشه. خب اینجا اسمش چی بود؟ تکسچر بود، چون میخوایم تکسچر رو تغییر بدیم. خب این اسمش هست، متغیرش داخلش در واقع داخلش شیدر هست، متغیرش داخلش شیدر هست. خب این اسمش بود تکسچر اندرلاین، ما با این کار میکنیم اندرلاین تکسچر. خب حالا میگه set texture underline texture، میگه میخوام تکسچر رو عوض کنم. چطور؟ میگه تکسچر. این تکسچر چیه؟ این متغیر هست، یه متغیر آرایه. اینجا یه متغیر آرایه تعریف کردیم، اسمش تکسچر بود. خب ببینید اینجا یک متغیر آرایی تعریف کردیم و از 0 تا 4 بهش چی اختصاص دادیم؟ 5 تا تکسچر. خب به بند برمیگردم. پس این رو در نظر داشته باشیم. خب تکسچر کروش باز و بسته، تکسچر براکت باز و بسته. خب اینجا رند هست. رند همون متغیری بود که یه عدد رو از 0 تا طول تکسچر منهای یک، یعنی اینجا از 0 تا 4 یه عدد رو برمیگردون. اینجا هم تکسچر یک متغیر بود که تکسچر رو 5 تا تکسچر رو در خودش ذخیره میکرد. خب الان میگه چی؟ میگه تکسچر رو میخوام. تکسچر چی؟ تکسچر رند رو مثلا تصادفی هر بار یه عدد رو برمیگردونه، یه بار 0، یه بار 1، یک بار 4 و اما 4 حد اکثر 4 هست. چرا؟ چون طول تکسچر 5 هست، 5 منهای 1 هم 4 هست. اینجا اگه -1 رو حذف کنید
5 رو برمیگردونه و وقتی 5 رو برگردونه خطا اتفاق میفته. چرا؟ چون در اینجا ما آخرین اندیکس 4 هست، 5 نیست. texture dot length که همون طول آرای هست یک عدد رو به تصادف برمیگردونه، مثلا عدد تکسچر 2، مثلا رند مثلا 2، تکسچر 2، تکسچر 2 0 1 2 این تکسچر رو برمیگردونه. یا مثلا عدد تکسچر 4، تکسچر براکت باز و بسته این رندش 4 بود، عددی بود، خب اینجا 0 1 2 3 4 این تکسچر رو برمیگردونه، چون نوع این متغیر از نوع تکسچر هست، تکسچر 2D. بعد از اینکه این تکسچر رو برگردون ست میشه، به متریال ست میشه و وقتی که این ست رو انجام شد و این اختصاص انجام شد، متریال تکسچرش عوض شده. این برای بند بود. حالا برای صفحه هم همینطور هست. چطور؟ اینجا GameObject.find کلاک 2 صفحه ابتدا کلاک رو پیدا میکنه و سپس کلاک فرزند کلاک یعنی صفحه رو پیدا میکنه، یعنی اینجا. خب سپس از طریق هندل 2 یعنی دستگیری 2 رندر داد متریالز 1 و سپس ست تکسچر و همون چیزی که برای این خط گفتم برای این خط اتفاق میفته، اما این یه فرق وجود داره. این هم اینجا عدد 1 هست با اون براکتی که باز و بسته شده، ولی اینجا متریال برای بند فقط این بود و براکتی نداشت، اما اینجا براکت بهش اضافه شده. چرا؟ عدد 1 اینجا مربوط به صفحه هست و رندرر دات متریالز، در حالی که اینجا متریالمون یه در واقع یه متریال داشتیم و اون هم فقط المنت 0 بود. به این خاطر بند فقط شامل متریال بود، یعنی این بخش، اما صفحه شامل چندین متریال هست، پس باید آدرسش رو پیدا کنیم. آدرسش 1 هست. حالا چرا 1؟ اینجا به این خاطر 1 رو انتخاب میکنیم. حالا من این بر روی این متریال دابل کلیک میکنم. به این خاطر این رو میخوایم چون ارتباط با صفحه داره. ببینید تغییر میکنه. اینجا رو داشته باشید. من بر روی این تکسچر کلیک کردم، ببینید صفحه هست، تغییر میکنه. پس به این خاطر هست که وقتی که گیم آبجکت فرزند کلاک 2 یعنی صفحه پیدا شد، اینجا المنت 1 رو که مربوط به این صفحه هست رو پیدا میکنیم و طبق این اندیز 0 یا 1 اینجا هست دات ست تکسچر با همون متغیر شیدری که گفتم متغیر شیدر اندرلاین، برای هر یک از متغیرهای شیدری یک اندرلاین لازم هست در دسترسی به کدنویسی. این تکسچر به صورت رند در واقع هر بار یک تکسچر رو به صورت تصادفی برمیگردونه و وقتی این تکسچر 2 هست برای این هم تکسچر 2 هست و این کار به زیبایی انجام میشه. بسیار خوب و فراموش نکنید که
فایل سیو آل هم همیشه فشار بدید و البته برای پروژهتون هم فایل سیو سینز رو هم حتما انتخاب کنید و در واقع سکانس یا اون سین یا مرحلتون رو ذخیره کنید. خب برای توضیحات نحوه خروجی گرفتن از این پروژه برای سیستم عامل اندروید به درس بعدی مراجعه کنید.